من خواهر تو نیستم. تو چی ها میگویی ثابت؟ مگر این راست است؟ یاد داری که یک شب در لب دریا نشسته همدردی میکردی؟ بله. انا همان وقت با تو گفته بودم که یک خواهر دارم. آن دختر همین کس است سید. با چقدر دیگر مرا آواره میکنی؟ بس از سفسطه هایتان رو خوب گوش کردم. خدایا خداوندا، مادامی که خواهری تو باشد پس با پیسگار چه علاقه دارد؟ نمیدونم. باری آخر او را که دیده بودی؟ چند سال پیش او را از یتیم خانه گرفته بردند. از پی او شدم. آخران مراتبه او را از دور دیده بودم. تقریبا 14-15 ساله بود. به نزدش رفتنی بودم، اما او را ناگهان گم کردم. اکنون چیکار میکنی ثابت؟ نمیدونم بگید. نمیدونم. دخترم نازکم، تو رو با کجا بردن؟ تو رو از من کی گرفت؟ خدایا مدد کن، التجا میکنم. یکسل از دخترم یگان خبری هست؟ التماس رو یاب. التماس. آرام شو. دخترم رو صحت و سلامت میابیم. یگان کار کنیم، با پلیس خبر دهیم. التماس این خمیش نباید با پلیس خبر دهیم وگرنه احوال نازنین بد میشود. پس چی کار میکنیم؟ چی کار یکسل؟ دخترمان در دست آنها میباشد. آنها از من یک چیز میخواهند. چی میخواهد؟ چیزی که خواهد میدهیم. حتی من جانم را برای دخترم میدهم. برای چی دخترم آن را گریزاندم؟ بگو. دعوای فردایی میخواهند که گناهکاران را آزاد کنم. این خیلی باشد آزادشان کن. چگونه؟ این آدم ها تمام کشور را محو کردند. همه آنها سرداران گروه های تروریستی هستند. برای من فرقش نیست. خواست کردنی وطن تنها وظیفه تو نیست. من دخترم را میخوام. مرا گوش کن ایسون. وطن ما آنقدر به قدر و قیمتی نیست که بازیچه 3-4 نفر احمقان شود. آیا دخترت یگان قدر و قیمتی هم ندارد؟ خودش چی گفت؟ البته که دخترم نیز مهم است. هر دویش برایم عزیزند. خدایا. باید یکان کار کنیم ثابت. دختر سودیا را گریزاندن. مرافعه پگاه. شخصی مکان دختر را میدانستگی تنها. از هیچ کدام شما نمیترسم. مثل شما بر این واهمه ها رو بسیار دیدم. خیر. اکنون فهمیدید که شخصی خطا را گریزانده اید. هر دویتان جواب این کارتان را میدهید. سعیده، سعیده، این منم، برادرت ثابت. اگر تو یگان کار کردن نتوانی من خودم میکنم. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی ایسون؟ با پلیس زنگ بزنم.
برای چی یکون کار نمیکنی؟ برای چی؟ حیات دخترمون در خطر است. آیا نمیفهمی؟ ایست. آرام شو. آرام شو. من چیکار کردنم رو میدونم. سیده، به فکرم تو مرا به دیگر کس مانع کردی. نام پدرت یووس، مادرت عایشه، برادرت ثابت. من برادر تو هستم سیده. من سیده نیستم. نامی من ارزو است. چیزی میخواهی گفتن گیر. تو خواهر من هستی سیده. یقین میدانم. باور نمیکردم که بعد چند سال با تو وا میخورم. این احمقی است. یا دروغگوی خوبی هستی، یا اینکه حیله‌گر خوبی. تو را دیگر گوش نمیکنم. سیده، ایزی زخم در گردنت بوده رو میدانم. اگر خواهی به تو نقل کنم. آن روز ما رو مجبوری از هم جدا کردن. التماس خواهرم رو نبرید. با یادت آمد ساعت چند شد؟ خواب نمی روی نجیب؟ خانم تو خواب کن، من خواب ندارم. کمی با این حجت ها سر و کار گرفتنم لازم. در این نیمی شب بخیر باشد. در این نیمی شب یا امدا است یا اینکه رنا گفتنیم، اما کنیست. لبای شب خوش نجیب سردار. عذری که در این ساعت شما را تشویش دادیم. اشکال نیست. چهره شما بسیار همشناس است. من یوکسل مشم می باشم. سودیایی که دعوای ارکن کاندو را بدوش دارم. آید کدام مسئله آمده اید؟ دخترم را دزدیدند. وای خدا، باز این چی گپ است؟ با ما گفتن که اگر به پلیس خبر دیم دخترمون رو میکشن. دیگر چاره نداره. تو با یادم اومدی نجیب، چون که از پی این دعوا تو میباشی. شاید مشکلی ما رو آسان کنی. مرحمت، به خانه دروید، در درون گپ میزنیم. یکون چاره میابیم خدا خواهد. بیا ایسو. مرحمت دروید. پنج ساله بودی. زنی آمده تو را به دخترخانه گرفت. التماس خواهرم رو نبره. تو رفتن نخواستی. من از تو جدا شدن نمیخواستم. ما از هم جدا شدن نمیخواستیم. هر دویمان مبارزه میگردیم. تو گریه میکردی. اکا التماس ما رو با آنها نده. از دست من چیزی نآمد. پس تو افتیدی. گردنت زخمی شد. پس نباشد اینقدر وقت در کجا بودی؟ برای چی یک بار نگفتی که به خواهرم چی شده باشد؟ نخود که نگفته باشم.
از تو پرسان می شدم با کجا رفتنت را به من نمی گفتند. یک شب از آن مکان گریختم. در کوچه ها گرسنه و تشنه ماندم. در باغ ها خواب می کردم. همیشه در جستجوی تو بودم سعیده. اخیران مراتبه وقتی تو را دیدم با مکتب می رفتیم همراه آیله نود. به نزدت آمده نتوانستم. برای چی ناومدی؟ نتوانستم. ما رو باز جدا میکردند. همه این را باری هم به من نگفته بودی ثابت. اکنون شنیدی؟ بله. عاقبت به دیداری هم رسیدیم. دیگر جدا نمیشویم. دیگر جدا نمیشویم همین خیل. قریب بود که مرا میکشتید. این کس به طرفی من سلاح کشو. اگر نمی آمدید گوش کن خانم، یک دختر را رب بودند. آن دختر یکی از سودیه های مشهوری می باشد که فردا پرونده مهمی را می بیند. تو هم در نزد آن سودیه بودی. من نزد قاضی تنها صحبت کردن رفتم. چند بار دیگر گویم من از دختر یگان خبری ندارم. یک دقیقه اید. تو یگان سخن آقای سعیده شنیدی؟ آیا دیدی که او را تهدید کردند؟ نه، با گوشهایم نشنیدم. فقط تخمین میکنم. سعیده، مگر اون دختر تو نیستی؟ نامی، من آرزو مرا دیوانه نکنید. نمیدانم، فهمیدید؟ یگان چیز رو نمیدانم. مایلش آرزو، آیا میدونی که سفید کننده چگونه شخصیت ها هستی؟ همه اونها صاحب کارانی با ناموس و وطن پرور می باشند. چه خیل ناموس، چه خیل وطن پروری. همان با ناموس و وطن پرورانی می گفتند پدری مرا کشتند. گوش کن سعیده، شاید علاقه نداشته باشه. شاید که چهره حقیقی آنها را ندانی. دختر سودیه را دزدیدند. باید او را یابیم. ما باوری داریم که او را با امری پیسگار دزدیدند. ما باوری کامل داریم. التماس یاری ده. در خردیه تو را هم دزدیده بودند. خودت را با جای او تصور کن. فکر عائله او را کن. التماس با ما یاری ده. در دفتری کاریم بودم. ادوکات زنی اومد. نامش چی بود؟ آرزو بود، اما نسبش به یادم نیست. آرزو سهنمی، ادوکاتی که امروز به هم یاد آمده بود. ها بله، به خاطرم اومد. نگو به خونم در اومدن. حتی چی بودن این کار رو نفهمیدم. روی راست ما رو تهدید کردن. گفتن اگر با پلیس خبر دهی دخترت را میکشیم. اگر پسگار آزاد نکنی. بله، من باشم به نزد تو آمدم نجیب سردار. التماس میکنم یاری ده. اگر فهمن که به نزد تو آمدم خدا نشانه دهد.
دختری 7 سالم. خدا من جزای اینها رو دیر. از او چی میخوان؟ کاش که ما را میبردن. این چی به وجدانیست؟ چگونه ظالمیست؟ فکر نشوید خاله، ردم آنها رو میابد. باز دخترتان رو به شما میارد. همین خیلی داده؟ خدا خواهد میابد. نباشد ما حالا با امنیت میرویم. با امنیت؟ نگران نباشید. یگان کس با خبر نمیشود. دخترم کسی مرا بیار. هر دویتان مرا خوب گوش کنید. بسیار هم صحنه پر احساس تماشا کردیم، اما حالا باید آن دخترچه را یابیم. من باوری دارم که آرزو با ما کمک میکند. همه این معلومات هایی که آید به ارکن کاندو داریم و تو میفهمانیم. حاضر باید زودتر عمل کنیم. آیا میدونی که این شخصان چند مرتبه ما را کشتن خواستند؟ آنها در این حیات از همه بی‌رحم‌ترین، بی‌شرف‌ترین، احمق‌ترین انسان ها هستند. به تو نشان میدهم که خدمتگاری که میباشند. میلش به شما یاردم میدهم. مکان دختر رو یافته میتوانی؟ یک چند آدمانی قبیله رو میشناسم. شاید آنها مکان دختر رو دانند. میلش یک جا میرویم. ما چیکار کنیم ثابت؟ نگران نباشید، ما با آرزو دختر را گرفته میآییم. من هم میآیم. سردارم 2 دقیقه آنها رو تنها گذاریم. اکا و خواهر بعد اینقدر سالها یک جور شدن. باشد، شما روید. بیا میرویم. خیره، همراه تو با یگان مقصد رسیده نمی شود. اما کو بینیم. سردار اومد. خس تینجه سردارم، نیمی شب ما رو جه زدید. نگران شدیم. شینه به شما گفتنی هایی دارم. مرحمت شینه. تشکر. میلش در خزینه انباری بوده است. آقای قبیله از من خواهش کرد که با این کار مشغول شوم. برای همین پرسیدم میلش ما میاییم. من و یک دوستم. بله. محله سرگزی در یک انبار می باشد. بسیار خوب رفتیم. با شرافت تو یک کودک نجات می‌یابد امشب. تا حال نمیفهمم که آقای قبیله چه خیلی این کارو میکند. رفیقان، حالا بسیار هم یک عملیات مهم و مخفی در پیش است. سودی آقای یوکسل محاکمه فردا را به عهده گرفته است، اما دخترش آدم‌های پیسگار دزدیدند. برادران، یگانه امید من شما هستید. یگان اسناد در دستمان هست سردارم. چنانه که آقای یوکسل به ما خبر داد، محض خود ادوکات آرزو سیحان آمده او را تهدید کرد. عاطف، چیکار کردنت را میدونی ها؟ میدونم سردارم. توسط تلفن یافتنی مکان. آقای یوکسل، حالا ما را اجازه ده. این عملیات باید مخفی بماند. فراموش نکنید حیات دختر در خطر است. از کار آزاد کردن زکی یحیی عالی جناب شد. زودتر سحر شود از اینجا براییم. کم دیگر صبر کنید. نجیب،
تو به خانه نرفتی؟ رفتم اما خوابم نبود. گوسفندهایت رو حساب میکردی؟ مایلش 1 2 3 4 5 تمام شد. تا حال خوابم نامد. حالا که فرصت داری حساب کردن گیر نجیب. این منظره را دیگر دیده نمیتوانی. کنی همه یک جو پنیر گوید. پنیر در کامپیوتر خودم میمانم. هر وقتی که حالم بد شود این رو دیده کیف میکنم. نجیب، روزی تولد تو کی بود؟ برای چی پرسیدی؟ برای سنگ روی قبرت. پدرم مرا دیرتر به قید گرفته بود، اما تا آنی که به خاطر دارم 20 آگوست سال 1970 است. تشکر. اما تو زحمت نکش. من هم جایم را و هم سنگم را تیار کردم. شکر خدا ما از خداوند میترسیم، نه از مرگ. راحت باش. راحت باش. باز چقدر انتظار میشم؟ اگر با دخترم یگون چیز شود من به او چیکار میکنم؟ خواطر نشوید خانم ایسون. انشالله دخترتون رو مییابیم. صحت و سلامت او رو به شما میدهیم. او رو با کجا برده باشن؟ خواهش میکنم اون رو زودتر پیدا کنید. دادا جان مرا نجات دهید. تمد را گیر میگویم. از سر باز دو داری. ака хонум орзу зан задан. ҳамроҳи касе ба инҷо омада истодааст. аҷоиб гап задан. ҳамроҳи кӣ? намедонам, лекин омада истодааст. ба дигар одамҳам хабар диҳам. сар диҳед маро, сар диҳед. ака чӣ кор мекунӣ? ин одамҳо хатарноканд орзу. ту намедонӣ. эҳтиёт бош. ҳамин аст он духтар? бале, ҳамин кас буд. сардор, мутаассифона мисли севила ин духтар ҳам ба идорапули азиза башаран хонда адвокат шудааст. ин идорапули онҳо чӣ балое дорад? ҳикматаш дар чист? ҳамаашон аз як палак мебароянд. кани сабр кунед. сардорам бо телефон маконро муайян кардем. дар тарафҳои саригазӣ будааст. дарҳол меравем. ӯро ёфтед? шитоб накунед. рафта аввал мебинем. шумо дар ин ҷо истед. худо хоҳад духтаратонро сеҳату саломат меорем. роҳ гард медо. من آجم رو میخواهم. آجم رو میخواهم. اما همینجا. اکا با دقت باش. نترس دخترم. ما اومدیم که تو رو به نزد پدر و مادرت بریم. آنها در کجایند؟ منتظری تو هم. بیا میرویم. به نزد پدر و مادرت. رفتیم. یگان جا نمیروید. سلاحت را پرتا ثابت. 500 متر بس به طرف راست میگردید. دو کوچه پس به طرف دست راست کرد. خوب شده است.
ارزو خطا میکنی. پرتو گفتم. به طرف من پرتو. چی کار میکنی ارزو؟ کاری میکردم رو؟ چی تو خیال کردی که بعدی چند سالی طولانی تو رو دیده به آغوش میگیرم؟ گوش کن ارزو، تو رو فریب دادن، سرت رو ویران کردند. بله، سرم رو ویران کردند. اون همه حرومی هایی که تو و اویلم در وجود من گذاشته بودی، آنها رو شسته تازه کردند، مرا صاحبی کردند. ثابت خطا میکنی. آنها انسان های درویه و قاتل میباشند. همش را برای اثبات میکنم. در کجا میگردید؟ آمده مرزو خانم. دختر رو گیرید. سلاح ها را هم تستد. را گرد. خاموش با. نیسته، آخر او کودک است. احمد را گیر. قرار است دخترک نباشه دیگر، نه پدرت را نه مادرت را میبینی. فهمیدی؟ کی باشه؟ چه هستید شما؟ پلیس. امرو با دقت باش. قرار است. نترس. چی گپ شد؟ پلیس همیش نمیرسید. ارزو تسلیم شد. یگان جا نمیبریزی. تو رو دستگیر میکنم. میبینی؟ تو رفته با پلیس ها سر و کار گیر. دورات سر بندید. زودتر. تو گوشی مرا بیزن. چی؟ زن گفتم نمیفهمی؟ مثل زن نه مثل مرد زن. اکنون سلاح رو در سرم. آرامیز کودک. هر دوی این رو گرفتن با کلبه جنگل بودن میبری. فهمیدی؟ ارزو مرا اسیر میگیری. فهمیدی؟ بعد از اینجا میرویم. باورمون میکنند. اگر نقش خوب بازی کنی باور میکنند. اشتباه میکنی ارزو. اشتباهی کلان میکنی. این کارت رو نکن. آنها رو ببرید. احمد را گیر. رفته. خاموش باش. اجدر رو راگه. مرا ببر. کمی رفیقان زودتر بیایید. نزدیک نشوید. این زن رو بکشم. سلاحات را پرتو. ما پلیس میباشیم. یاری دهید. نزدیک نشوید. میکشم این زن رو. التماس یاری دهید. روید از اینجا زود. و تو گفتم که سلاحات را پرتو. خوب هستی؟ خوبم. در وقتش اومدید. دخترچه در کجاست؟ رو بردن با اون طرف. امدو در ها رفته. با من بیایید. خواب شد از سردارم. در اینجا چی گپ شد؟ دختر و اکای ثابت رو گریزاندند. اکای ثابت؟ بله، هر دویشان رو بردند. مرا هم قریب بود که میکشتند، اما شما اومدید. را گیر. را گرد. این کارو نکن. تو رو دستگیر میکنم. در میرویم. ایست. عثمان زودتر و پلیس های اطراف برده خبر ده. یا سر کمیسر.
تو ثابت را از کجا میشناسی؟ او اکای من است. چه اکای دوست؟ یعنی از یک مادر تولید شده ایم. با او برای گرفتن دختر اومده بودیم، اما با ما حمله کردن. سرم گیج شد. سردارم گریختند. خوب، والا در امنیت به ما همش رو اثر میفهمانی خانم. چی شد سردارم؟ این خانم خواهر ثابت بوده است. خیری، آنها کجا شدند؟ تلفن یکی ثابت خاموش است. برای چی همراه آنها نرفتیم؟ برای چی؟ سرکمیسر، بیهوده خودتان را سرزنش نکنید. انیخ یکان حادثه ناخوشی رخ داده است. پس چیکار میکنیم؟ نمیدانم خیری، نمیدانم. یا اینکه با اون دختر باوری کرده خطا کردیم ها؟ به فکرم اشتباه کردیم. شاید برای خلاص شدن از دست ما دسیسه کرده باشد خیری. شاید ثابت را دستگیر کردند. لعنت به این کار، لعنت! کاش که با او یک جا میرفتیم خیری. آخر اکی ثابت هم از خودش باوری داشت. تنگ از خیری از دنبال دخترچه دزدیده شده شویم یا از پی ثابت رویم. هر دو منافیه. این دو باید فکر کرد. باید یکان کار کنیم خیری، باید یکان کار کنیم. بله، یکان کار کردن لازم. هر چیزی که خواهید همان رو میکنیم. دو آدم به دفتر کاری هم اومده گفتن که ما آدمانی پیکس میباشیم. از من خواستن که محافظتشون کنم. اول قبول نکردم. در سرم سلاح مونده. مجبور قبول کردم. پیش از این آنها رو ندیده بودم. بار اول در امنیت با اونها شناس شده بودم، خودش مشاهده. خوش بعد آقای یکسر را گریزاندن. از من خواستند که با او سخن کنم. نگفتم. در سرم سلاح مونده. ثابت را چطور یافت؟ وقتی که از اتاق آقای یکسر بر اومدم، یک شخص مرا مجبور بود گمان کرد که دختر رو من گریزانده باشم. ناحق نبود. نامش چی بود؟ نامش بگمانم یگیت بود. بله، یگیت. بعد اکی ثابت اومد. من او را نشناختم، اما او مرا شناخت. من خواهر اصلی او می باشم. با من از پیکس و پیسگار سخن کرد. گفت که بسیار هم انسان‌های خطرناک می باشند. دختر را اونها گریزانده. من مکانی اونها رو یافتم. بعد به اینجا اومدیم. ناگهان مرا سلاح به دست احاطه کرد. یکی اونها مرا زد. بعد اکی ثابت و دختر رو گریزاندن. پس یکی در کجاست؟ از ما منتظر خبر است. لبای سر دارم. یکی در حال به امنیت آمدنت لازم. چی شد سردارم؟ اینش رو تو به ما نقل میکنی عالی جناب. حالا در کجای سردارم؟ حالا من در انبار میباشم. خانم آرزو در نزدم میباشد. خانم آرزو؟ ثابت چی؟ گفت در سریا میرود که کسی ثابت و دختر رو گریزانده است. در حال به امنیت بیا معاین کنیم. اطاعت سردارم. چی شده است سرکمیسر؟ خیری، میدانستم که همین خیل میشود. راه گرد. آخر چی گپ شده است؟ رفتیم در راه با تو بفهمانم. رفتیم زودتر. اقلا کودک را تلا نکنید احمق ها. دمت را گیمو از تو نمیپرسه. چی شد آقای نجیب؟ دخترم رو یافتید؟ متاسفانه او را گریزاندم. تو؟ دخترم در کجاست بگو؟ در کجا هست؟ با تو میگویم. استید، من یکان گناهی ندارم. همه‌اش رو به آقای سردار گفتم.
آقای یوکسل آرام شوید. این کس مرا تهدید کرده بود. کنی بگو دخترم رو با کجا برده؟ به وجدان ها. خانم. به وجدان ها. آرام شوید. آرام شوید. دخترم رو با کجا برده؟ خوب آرام شو. آرام شو. دختر رو آزاد کنید و مرا گیرید. هر کاری که خواهید با من کنید. به من دختر لازم است نه تو. گپ را نمیفهمی تو. منو جمع این قدر قوه داره. زنید. اگر آمده شما رو تهدید نمی کردم این مراتب هم مرا می کشتن. بسیار ترسیدم. من آن آدم ها رو نمی شناختم. من از کجا دانم چی بودن این آدم دزدی رو؟ برای چی با گفته های شما باور کنیم؟ خواهید باور کنید خواهید نه. من راستش رو میگویم. با چشم خودتان دیدید که چه خیلی مرا کشتنی بودن. وقتی که ما با آنجا رفته بودیم آنها خانم را اسیر گرفته بودند. من با دختر شما یگان علاقه ندارم. قسم میخورم من هم مثل شما از آن آدم ها میترسم. آدم هایی که به نزد شما آمده بودند آنها کیا بودند؟ یکیشان رو پراندید، دیگرش باشد گریخت. هر دویشان رو بار اول است که میبینم. این خیل باشد این هم نقشه های پیکاس است. اکنون بیکار شدند. پیکاس میگوید که من از این کارها خبر ندارم. از این کار میبرد ما او را گناهکار کرده نمیتوانیم. سلام سردارم. باز چیکار کرده؟ باز چیکار کردیم سردارم؟ خانم ادوکات را شما برده؟ بله. پس آیا تو دیدی که او دختری آقای سودیا را گریزانده است؟ راستشو بگو. نه راستی گپ ندیدم. کنی بیا. او خود را خواهر ثابت میگوید، این درست است؟ به خدا من هم حیرانم سردارم. دختر میگوید که با او ارتباطی ندارد، اما ثابت اصرار میکند که خواهرش است. ثابت در کجاست؟ آدم ها آمده او را بردند. تو با این کار سر و کار نمیگیری، سرت را میکپانم. من فکر ثابت را نمیکنم. او راه خودش را مییابد. برای من مهم دخترچه است. با این کار هم همراه نمیشه به جوره. پس چی کار باید کنم؟ به خانه رفته دانه آفتاب پرست خورم ها جره؟ چی کاری که میکنی کردن گیر. پروای تو را ندارم. شاید از همه راه خوبش این باشد که من از این دعوا دست کشم. اگر یگان سودیه دیگر رو وظیفه دار کنند همه کار رو میکنند. دیوانگی نکنی یوکسل. دخترم چی میشود؟ او را قربانی آن جانوران کردنی تو. چه فرق دارد؟ اگر آنها را حبس نکنید حیات دخترتان در خطر میماند. به محکمه میرویم، آنها را آزاد میکنیم. ما هم دخترم آن را میگیریم. همش همین. دخترم یافت نشود خودم را میکشم. بیانات خودتان را به دادستان آقای کمال میدید. اگر دادستان شما را گناهکار کند چیزی گفته نمیتوانم. اگر دیگر کس شما را ناراحت کند پس ما باید با خبر باشیم. اگر خواهید به شما محافظ دهیم. این خیلی باشد آنها میفهمند که به پلیس مراجعت کردم. تشکر. سردارم حالا چیکار میکنیم؟ همه مرا خوب گوش کند. حالا ما نمیتوانیم که پیکاس و پیساگا را برای گریزاندن دختر گناهکار کنیم. آنها نمیدانند که ما با این سر و کار گرفته ایستادیم. با کسی خبر نمیدیم. اگر من فردا به محکمه نروم از من شبهه میکنند. یگان بها نکن. نمیفهمید. حیات من زیر خطر است. قرار دهنده آقای قاضی می باشد. البته با من یگان علاقه ندارد. اجازه دهید کارم رو کنم.
خانم آرزو از محکمه برآمده وظیفه خودش را اجرا میکند. آقای یوکسل باشد در جای خودش میشود. وقتی که نازنین را صحت و سلامت نجات دادیم باز فکر میکنیم. حالا دیگر چاره نداریم. فهمو؟ چی شد؟ از کار محکمه پیسگار یگان خبر هست؟ به خدا 2 روز شد که من هم از چیزی خبر ندارم پدر. سلام. خوش آمدی ممدو. چه حال داری؟ خوب است؟ خوش باشید. می شود خوبم. آقای سوها شما چه خیل؟ امروز خوب ترم. شما چیکار کردید؟ پیسگار و افرادش به محکمه نبر آمد؟ نپرسید آقای سوها. باز چی شد؟ در بینمان ماند. مخفی است اما دختر قاضی را گریزاندند. تو چه ها میگویی ممدو؟ جای تعجبش نیست. چیکار کنیم؟ دختر را تا حال نیافتیم. چی مگر او را عوض کردن ممکن نیست؟ فرق ندارد. حیات دختر زیر خطر است. آنها میخواند که قاضی را آزاد کنند. حیوان صفتان. از یک دخترچه بیچاره چی میخواهند؟ نابکاران. یگان ذره انسانیت در آنها نمانده است. نمیفهمم که انسان چقدر میتواند تا این درجه جاهل باشد. نه خود او را آزاد کنند؟ دیگر چاره نیست. دختری خرد را دیده و دانسته به مرگ دادن نمیتوانیم. اصلا یک احتمال دیگر است. اولی جناب، همه کار مثل خاص خودمون میروند. آرزو همه کار را با آسانی حل کرد. دختر سودیا در دستمون میباشد. با محکمه یک چند ساعت دیگر مونده است. یعنی که آدم‌های ما امروز آزاد میشوند. خبر خوب سانی. تبریک میکنم. چی بوده است آن احتمالتان؟ آقای یوکسل را خوب میدانم. انسان دموکرات و جسور میباشد. خاطر این حریفان را نخواهد دید. البته پدر خاطر هیچ کس را نمیبینند. دخترش در دست آنهاست. گفته نمیشود. نمیدانم. آسمان بلند و زمین سخت. اکنون حال کار را یا بگیر. اوف. ممدوح پسرم، از تو یک چیز را میپرسم. گوش میکنم آقای سوها. یک چند روز پس مرا جواب میدهند. شاید پس از چند مدت مرا باز به اینجا آورند. شما از ما خوبتر میدونید آقای سوها. وقتی که با محبت خانه در آمدیم همش رو دیدیم. ممدو میخواد که این کار باز تکرار شود. گوش کنید. آخرین قرار رو خودتان میدهید. اگر رسما شاهدی مخفیگی را قبول کنید پس کار باز دیگر میشود. یعنی با نجیب سردار گپ زدن در کار. آقای زکی یحیی را گفتنی بودم اما حالشون قدر خوب نیست. تو یک گپ زن. من برای همه کار راضیم. به شرطی که مرا در درون نمانید. خوب شده است. با نجیب سردار گپ میزنم. تشکر. انشالله روزی میرسد که آن نوبکاران در نزد قانون در نزد عدالت ثابت میدهند. تا آن روز ما صبر میکنیم. بعد از نو انگشته و گروهش یکی از بقوترین گروه همان که پیسگار و گروه آن بود از دست دادیم. قوه‌های ضد ما که حکومت و همکاری او می باشد دایره ما را خوب تنگ کردند. تا امروز گروه هایی که در خواب بودند مثل خنجر، سرتلند، فاطمه در گیرسون مینه کفانده و در سمسون 2 پلیس را کشته کار خوب را انجام دادند. کارکنان حکومت را جنازه شهیدانشان بسیار هم مشهور شده است. ضربه مشتی که با وزیر انرژی در کیسیر زده بودیم باید با دیگر عضوهای حکومتی هم دوام دهیم. منظره بند بینی هر یک حکومتدار نشانه عاجز بودن آنها را در نزد خلق نشان می‌دهد. از روی نشاندادهای در دربکر، تونچلی و شیرنک که کورتا را علنگه کردیم در گیرسون و سامسون این فتنه را هم کرده میتوانیم. بسیار هم فکر خوب اولی جناب. بعد از یک چند جنازه شهید دیگر در کیسری و انادولوی مرکزی خلق احساساتی شده علیه کردان حرکت میکنند
ва ин ба мо фурсати чандин соламонро дар диярбакр аз тарафи курдҳо замина ташкил мекунанд. бо ҳамин тариқ сарқонуни наве ки бояд имзо шавад ба хок барбод меравад. агар лоиҳаи сарқонуни нав аз маҷлис гузашта қабул карда шавад, зарбаи сахте ҳам барои нақшаҳои соли 2011-мон мешавад ва ҳам барои интихоби раиси ҷумҳур дар соли 2012. ин тақдири минбаъдаи ҳаёти анҷумани бузургро ҳал мекунад, ё ин ки давлат тамоман нест мешавад, ё ин ки аз сари нав таваллуд мешавад. ҳамчун анҷумани бузург ба шумо гуфтаниям ки фитнаю ангезаҳои калонеро ба роҳ мондаем. ҳамаамон якҷоя дар ҳуҷум мебошем. илова бар ин нақшаҳои ояндаамонро дида баромадем. вақте ки песагор озод шуд, бо ӯ амалиётҳои муҳимро шурӯъ мекунем. ҳоло ту метавонӣ биравӣ. бо арзу сипоси бепоён олиҷаноб. инҳо куҷо рафтанд? сардорам аз додистон оғои камол иҷозат гирифтанд. барои маҳкама тайёрӣ мебинанд. инаш боз чӣ гап? барои чӣ ман бехабарам? намедонам сардорам. гӯё ки ба маҳкама нею ба шабнишинӣ мерафта бошанд. аз ҳад гузаронданд. ниёзи оғо юксел куҷост? дар утоқи шумост сардорам. бисёр хуб. در یک دستم مشت در دیگرش مانده غمی وطن ندارم با نقشه های تازه روزم را اکنون میگذرانم با کیف و صفا. بهدا را نمان مینیکم. سردار محکمه را از سرت میگیرد. این کلاهی مرا میگرفتگی حالا از مادرش تولد نشده است. من به این کلاه به محکمه نمیبرایم. اما خیلی این خیلی خوبتر میشود. سفیده اوپا هم بیارم میشود. من شرابی خنک میخواهم. نمیدو این یا اینش؟ میدونی چی کار کن؟ یک پوستی حیوان رو در بدنت پوش زیبیدو داره. تخمین کرده بودم که تو ذوقی هم نداری. تیزتر شوید. یک ساعت دیگر موند. یک ساعت دیگر به آزاد کردن ما از طرف عدالت سود عالی مونده است. هیچ باورم نمی آید. آزادی یا محکوم بودن اینش رو بد میبینیم. تیزتر شوید. تیزتر. شما رو میفهم آقای یوکسل، اما با عهده گرفتنتان این دعوا رو اونقدر آسان نیست. دخترم در دست آنهاست. دست و پایم بسته است. چی کار کنم؟ نمیخواهم که یگان رفیق دیگرم زیر فشار آنها قرار گیرد. خیر، دخترم در دست آنهاست، اما عاید این شخصیت ها دلیل های جدی موجود است. این گروه تروری می باشد. مسئله دولت است. اگر برای دخترم من امروز آنها را آزاد کنم، فردا چی می شود؟ ما بحث شخصانی را میکنیم که در آثارخانه‌ای که کودکان تماشا میکردن بمب را ترکاندند. میدانم که دخترتان در دست آنهاست، اما حالا دوای آن دست شده نمیتوانیم. کمی برای ما وقت لازم است. بسیار غمگینم آقای یوکسل. از دست چیزی که اومد تو کردی نجیب. این عیب آنهاست. تو گناهی نداری. تا دمی که دخترتان را نیابیم، متاسفانه ما هم راحت را نمیبینیم. یک قدم خطایی که ما میزنیم شاید حیات دختر شما را برباد دهد. میدانم نجیب سردار. اگر امروز آنها رو از محکمه آزاد کنید، کسی نمیگوید که چرا این خیل کردید. لیکن وجدانتون شما رو یک عمر عذاب میدهد. حالا یک دو میرکن کندو در دست ما میباشد. بسیار هم مشکل است. یا این دوم را خوب نظارت کرده بدن آنها را میگیریم، یا اینکه خدا نشان ندهد با یک ضربه سخت ما را با خاک یکسان میکنند. تسلای یگانه ما این راه پیش گرفته ماست. خداوند تا به این روز پشت و پناه ما بود.
و خدا خواهد بعد از این هم همین خیر خواهد شد. لیکن سودیه شما می باشید و قرار را شما می دهید، همراه وجدانتان البته. باری دیگر تشکر. من اکنون به محکمه می روم. وقت کم موند. از دخترم یگان خبری هست؟ متاسفانه نه. پس چی کار میکنه؟ به عدلیه میروم. من هم میروم یکسه. مایلش رفتیم. هی، نام تو چی بود دخترک؟ نازنین. گوش کن نازنین، کمی پس از اینجا میروی مایلش؟ پدرم رو مادرم رو یاد کردم. مایلش میخوای که آنها رو ببینی؟ بله میخواهم. کمی پیش من بیا. گریه نکن، تو هم مثل پدرت دخترک جسور هستی، از هیچ چیز نمیترسی. همه خیلی نه؟ بسیار میترسم. نازنین، من یک رفیق دارم، نامش یگید. خدا شب یگید میباشد. او اومده ما رو از اینجا خلاص میکند، فهمیدی؟ گریه نکن. اگر تو اومدنی و گریه نکنی برایت یک بوزشه کلام میخرم. روزی؟ مایلش. بسیار هم خوب. حالا تو اومدنی او قرار نمیستیم. با اینجا نگر. میبینی؟ پنجره رو دیدی؟ بله. از آن میگذاری؟ فهمیدی؟ سرکمیسر از شب تا این دم در اینجا چرا انتظار من ریشه نماندیم پدر جویم؟ انتظار میشویم خیری. به فکرم این ادوکات چه دروغ میگوید. آها آمد. خدا جانت را گیرد. من یگان گناهی ندارم خانم، برای چی نمیفهمید؟ راه کردیسون رفتیم. تو با من میروی؟ چی گپ خودش؟ گپ نزن، راه گرد. من گشت من شوخی نمی کنم. صابی در کجاست؟ نمیدونم، من هم نگرانی او هستم. دروغ نگو، هرگز به من دروغ نگوی. گوش کن، من کی بودنی اون آدم ها رو نمیدونم، فهمیدی؟ اگر حاضر رفته به اونها یاری نرسونم مرا میکشن. میترسم، بسیار میترسم. میدانم که تو دروغ میگویی. اگر خواهری ثابت نمی شدی کلیت را کایها کنده می پرتافتم. انشالله که اکنون راست میگویی. از اکای ثابت یگان خبری نیست؟ این دختر را من تنها نمیگذارم خیری.
باوری کامل دارم که او دروغ میگوید. اگر از دنبالش شویم چی؟ من چی گفتم خیری؟ من چی گفتم؟ او را هرگز تنها نمیگذارم. ها بله وقتی شما گفتید که او را تنها نمیگذارم تا آخر نگفتید که او را تنها میگذارید یا نه. برای همین من کمی خواطر شدم. من که ها باز گپ شما رو فهمیدم. یعنی از دنبال او میشویم. همین خیلی سرکمسر خیری بله سرکمسر گپ نزن خیری، گپ نزن. اگر خواهی که زنده مانی خب کن. خاموش. کنی بیو. رفتیم. آفرین. نترس. کنی بین. بسیار میترسم. من که این صبحید میترسم. در بیرون یکون کس رو ببینه. نمیبینم کسی رو. اگه صبحید میترسم. نمیبینم. حالا باشد سرت رو آهستکک از پنجره بیرون کن. ایستر. کمی دیگر جانم. کمی دیگر. نمیتوانم گفتم. تو دختره که با اخل هستی. کوشش کن سرت رو از پنجره براری. اینجا بسیار بلند است. من از اینجا میترسم. اینجا خیلی بلند است. من از اینجا فراری. تمام شد. اتاق رو میخواهم. شد. تمام دخترم. نازنین با تو چی مسئولیت کردیم؟ تو اکه یکیت آمدن گریه نمی کنیم. کل می آید. کمی پس اینجا می شود. با تو وعده میکنم گریه نکن. آقای زکی یحیی، شما حالا هم همین جایید؟ آمده است که چیزی چهرهش را جمع کند. شکر که در این مملکت مقامات های وجود دارد که شخص های سرکش و چی بودنشان را نشان میدهد. عجبا با خکاری میروید یا اینکه با من؟ اگر با من میشد با اختیار خودم استعفا میدادم. در شما یک ذره شان و شرف انسانی وجود ندارد آقای کوبیلای شاهین یا اینکه پیکاس. خیر اگر امروز آزاد شویدم در دست میلاد الکای افتیده‌اید، فردا نجات نخواهید یافت. تیر از کمان کایها باز خلاص شده است، بازگشت ندارید. در ما دست های موجود است که آن تیر را از آسمان بازگرداند. آقای دادگیتا خیلی به مورد گفتید. اگر با من باشد پیش راه تیری برآمده راست نمیستم. به هر حال تیر است. با راه خفناک میروید. سردار ماشین ها آمدن. حالا یک خطا شوید. در یک خط ایستید. مارش. استقامت سالن محکمه می باشد. دسته را گردید. را گردید. آقای قیمینی چی گفتن یاد داره؟ مرحمت شهر محترم خبرنگاران، من یکی از عالمان برجسته این وطن می باشم. این عیبی من نیست که از کرسی دانشگاه به این حال افتادم. این شرمندگی دولت می باشد. چگونه قرار انتظار است آقای قیمینی؟ اگر خواهند منو محبس روان کنند، مثل ما برای انسان ها در محبس ایستادن این شرف است. اگر که در درون بسرم یگان فلاکت آیت امورم هم، پس میبینید که از درون تابوتم راز خیزه از اینجا بسری بلند میبرایم. این رو خواهید پیکاس تو با من میروی؟ میلش با تو میروم، این رو میدونم. تو به من یگان جای رفتن نمیتوانی. من از اینکه باز ما میخوریم محترم خبرنگاران. ممدو چیکار کردید؟ با راه برآمدیم. راست به محکمه میرویم. چی شد رانو؟ به محکمه میروند. کنی پلیس کی را قاضی تعیین کردند؟ سودیا چی شد؟
آقای یوکسل بسیار هم انسانی جسور می باشد رعنا. من به عهده میگیرم گفت. ما هم یگان گپ نگفتیم. آقای یوکسل بوده است. ممدو کار دارم، او را سرگردان نمیکنم. نتیجهش رو به من خبر ده، فراموش نکن. مایلش تا بازدید. خدا نگهبانت باشد یوکسل، به کاری حق باشی. انتظار میشویم کنی بینیم او چی کار میکند. چی کار هم میکرد پدر؟ مگر دخترش رو به آتش میپرتاید، مجبور میشود همشان را آزاد کند. گپ تو حق است. در این حال آزاد کند هم کسی به او چیزی نمیگوید. شکر که تا حال پدرانی هستند که در فکر فرزندانشان میباشند. دختر جانم. غمگین نشوایسون. چرا غمگین نشوم یوکسل؟ از دخترم یگان خبری نیست و عقلم رو گم میکنم. یوکسل اگر کاری کنی که حیات او رو در خطر مانی، تو رو هیچگاه نمیبخشم، هیچگاه. نگران نباش، برای نجات دخترمان همه کار را میکنم. مایلش خانم آرزا، خواستی شما میشود. با من بیا. دختر رو صورت گرفته به سودیه روان میکنیم. اینجا بیا. با دختر دست نرسان. با دختر دست نرسان. مرا گوش کن. دست راگی سرده. اینجا بیا. اینجا بیا گفتم. دختر را سرده. مرا رها کنید. اون کودک است. شما وجدان ندارد ابله ها، افلاس ها. زورتان به یک کودک میرسد. آخر زوری هم یک معیار دارد. با دختر دست نرسانید. سگ بچه ها. وقتم رسید. من باید برای میسون. تو اینجا باش. خوب شده است. چی شد؟ برای چی استوده یوکسل؟ یگون چی شد؟ هیچ گپ نه. مهم نیست. پیکاس میدونی چی؟ لبای تو همیشه سوالهای عجایب میدهی. گوش میکنم. آیا یگان بار فرزند شدی؟ حالا نشدم. تخمین کرده بودم. اگر می داشتی حیران می شدم. چخیر تخمین کردی؟ از روی بی‌رحمیت، بی‌دلیت، بی‌وجدانیت. کسی که فرزند داشته باشد، پدری که فرزند داشته باشد مثل تو سنگدل نمی شود. مرا خطا فهمیدی. گفتم که کودک ندارم، اما کودکان رو دوست می‌دارم. انا حالا من حیران شدم. در حقیقت کودکان رو دوست می‌دارم، اما وقتی که خوراک می‌خورن عصبانی می‌شوم. تو تنها به کار پست قادری. انسان‌ها را تهدید می‌کنی. کودکان رو می‌دزدی. همین خیلی نه؟ نجیب، چی گفتنی تو به من لازم نیست. اساس عدالت عالی چی میگوید این مهم است. اگر حالا از مردی، جسوری و تندرستی سوال کنم به این سخن میکنی. لکن وقتی که به دست افتادید یک بار تغییر میابید. اما فراموش نکن که در این محکمه تقابازی و جاربازی نیست. این را خوب میدانی. همین خیلی نه؟ نجیب، این خیالاتی تو برای من فرقی ندارد. یا زنده میمانیم یا اینکه میموریم. کاری تقدیر. این نه همه گفته ها. باز بشنو. زنده میمانیم، میموریم.
باز از سر نو زنده می شوید. دفتر اعمال گشاده می شود. عملها در نظمان گذاشته می شود. انا میبینیم کمی بعد آزاد میشویم. این کار نهایت حل میشود. خوب است آقای سودیه؟ نه خوب نیستم نجیب، خوب نیستم. چیکار کردن آن را نمیدانم. چخیلی که دلتان میخواد ما با شماییم. خداوند یارتان باد. تشکر نجیب. نمیتوانم. یک بار دیگر کوشش کن. یک بار دیگر. کنه اینجا برارید. مایلش. آروم باش. تمام. نه دیگه نمیآید. دیگر آچم رو نمیبینم. گریه نکن نازنین، آنها میآیند. کمتر پیش به من زنگ زدن. در حقیقت میآیند. البته میآیند. آنها در راهند. مرا فریب میکنید. دروغ میگویید. دروغ. آقای سودیه، آیا کلاهم را برآوردن شرط است؟ اختیار در شما است. اگر گیرید خوبتر می شود. خوب شده است. شما چه کار هستید؟ من 50 سال شد که در این سرزمین خدمت میکنم. وظیفه شما را میپرسم آقای مینیک. غیر از خدمت‌هایم باز کتاب مینویسم. کتاب این دعوا را هم خواهم نوشت و پول زیاد جمع خواهم کرد. فهمیدم آقای مینیک. وظیفه‌تان چیست میپرسم؟ روزگارتان را با چی میگذرانید؟ آقای سودیه، من 50 سال شد که برای این وطن جانبازی ها میکنم. این جانبازی ها مرا روح تازه و نو میبخشد. من یک کتاب نوشتم و مثل وزن آن انسان هایی که آورده مرا در اینجا حبس کردن. با این وطن نور افشانیدم. طاقتم را طاق نکنید آقای مینیک. یک پروفسوری کلان هستید، لیکن با یک سوال عادی محکمه جواب دادن نمیتوانید. لطفاً وظیفه‌تان را گپ زنید. عنوان پروفسوریم را به شما بخشیدم. من یک انقلابچی با تجربه و مجادله‌گری روشنفکر می باشم. قید کن. وظیفه‌اش پروفسوری نفقه خور. نه، انقلابچیان نفقه خور نمی شوند. آقای سردار، در محکمه این را گفتنیم که به فکر و اندیشه در سلیویری بوده اما رفته دشمن را نصف میکنیم. آقای مینیک، اینجا محکمه می باشد، نه تئاتر مسحکه و مقام ایده ها. طبق حجت و دلیل هایی که بر ما پیشنهاد کرده شده است، مظنونان با جرم های عضو گروه تروریستان و تشویق خلق علیه حکومت ترکیه با سلاح، کمک کردن گروه های تروریستی با سلاح، مجبوران حکومتداران را با کارهای ناشایان حجت‌های مخفی دولتی را استفاده بردن و فشار به کارمندان عدلیه و سود طبق قانون جزای ترکیه 314 قسم 2 313 قسم 1 319 قسم 1 371 قسم 3 آیید مجادله ضد ترور، قانون ماده 5 و باز طبق قانون‌های جزای ترکیه ماده‌های 53 54 58 قسم 9 و 63 یک عمر طلب محبس شدن و جزا دادن آنها را قرار می‌دهیم. ادوکات چی میگوید؟ آقای سردار، موکلان من با حجت و دلیل های قلبکی دستگیر شدن. همه رد این کارها رو از شما طلب میکنم.
نازنین بیا با تو یک بازی میکنیم. چه خیلی بازی؟ بازی از اینجا بر آمدن. اینجا بیا. حاضی تو از اینجا میگذاریم، بعد میگریزیم، من تو رو میکوبم. فهمم؟ فهمیدم. آفرین. کنی بیا. غیر از پیشنهادهای به سود عالی کردم دیگر پیشنهادهای نداریم. از سود طلب دستگیر کردن مظنونان را داریم. آیا شما عاید این شخصیت ها یگان سخنی دارید؟ ما باوری داریم که عدالت عالی ترکیه قراری حقیقت را میدهد، همش در دست شماست. همه‌اش خوب قید کرده شد. گذشته نمیتوانم، نمیشود. در اینجا بازیستم. کنی یک بار دیگر کوشش کن. یک بار دیگر. یک بار دیگر. در دستم در آمد. رو از اینجا فراره. آروم باش، آروم. من بازی نمیکنم. کنی من بینم. هیچ چیز نشده است. آروم باش. گوش کن. گوش کن. یک بار دیگر کوشش کنیم. دستم درد میکنن. آشام را میخواهم. پدرت رو دیدن نمیخوایی؟ میخواهم. برای همین حاضر یک بار دیگر کوشش میکنیم. مایلش؟ در نتیجه دلیل هایی که به محکمه پیشنهاد شده بود، ما افاده های محکوم تکیم بطنای، کوبیلای شاهین، کیامینیک، رمزیه شنلیک و معمر حاضران را گوش کردیم. طبق دلیل های موجود بوده که به سود عالی پیشنهاد شده است، با کودکس پنجم قانون مجادله با ترور محکومان دستگیر شده به جوابگری کشیده می شوند.
سود عالی قرارش را برآورد. چرا این کارو کردی یوسف؟ من نفهمیدم. یا توبه، این چه قرار بود؟ از این پس آقای یوکسل نامی خود را در تاریخ نوشت. آدمی ناترس بوده است. آفرین. Gene. Tesla. Aferin. اینجا بسیار بلند است، من پریدن نمیتوانم. بسیار بلند است، نمیتوانم. نازنین نمیتوانم، من رو فرارید. مایلش تو رو میفرارم. کنه آهسته من رو فرارید. تسا فرارید. من آجم رو میخوام. آروم باش نازنین. اونها ما رو میشنوند. یک بار دیگر کوشش میکنیم. کنه بیا. کنه کنه زودتر. من این محکمه را نمیشناسم. این قرار سیاسی می باشد. این محکمه بازیچه سیاستمداران است. در جایت چین به تربیه. این قرار را بکار میکنیم آقای قاضی. مرحمت عالی جناب. با کجایی که میخواهید مراجعت کنید. این دولتی حقوق بنیاد است. مندو دانسته گیر که یافتن دختر آقای یوکسل در گردنمان قرض است. انشاءالله میکنیم. برای آنها خوراک آوردم. در رو کشو. تو هم ترسونچک بوده ای. کشو در رو کشو. تیستر ناز یک بار دیگر کوشش کن. در اینجا چی گریز گریز گریز. آرام ایست. از جهت نجون و تو بگویا. دختر گوره اکنون با من هر کاری خواهد کردن. دامت رانگی میبخشید. آخر مراتب با موکلانم صحبت کردم. میخوام اجازه میدهید؟ البته. آخر تا گفته بود که همه کارها حل شده است. نفری به نزد پلیس رفته است. گفته است که مرا تهدید کردن. شما نمیدونید تو خلاص شدنم چقدر عذاب کشیدم. میخواهم سودی عذابی زیاد کشد. این را دیدم میخواهم. سری دخترش را با او روان کنید تا که عقلش در آید. نگران نباشید. جوابی همه اینها رو میدهم. من میروم. تشکر آقای مامور.
در اعتماد داشتنت به سود عالی حق بوده ای پیکاس. و فکرم دیگر در این مسئله شبهه پیدا نخواهد شد. دخترم تو در اینجا چیکار میکنی؟ التماس مرا از اینجا ببرید اما التماس تابر کنی بیا اوپا تستر از کفای این ماشین شو. دخترم تو از کجا میوی؟ باید پدرم زنگ زنم. رقمش رو میدونی؟ دیو چه خلون آدمان رو محکم میکنی یوکسل؟ حیاتی دخترمون باز هم خطرناکتر شد. دخترمون رو پیدا میکنیم، وعده میدیم. فهمیدی؟ خدایا تو ما رو یاریده. بگمانم که حالا بیکار نیست. ببخشید. الو دخترم. پدر من از دست آنها گریختم. چه شد یوکسل؟ نازنین از دست آنها گریخته است. دخترم در کجایی؟ من نمیدونم پدر. پسر اومده مرا گرفت. التماس. دخترم در کجا هستی؟ تلفن رو از کجا گرفتی؟ یک دمک مرا به ماشینش سوار کرد. در کجا بودنش رو بود؟ یک دقیقه ایستایسون. دخترم در کجایی؟ من زود به نزدت میآیم. سراغش رو گیره. در حال میروید. حرالده شدم. خم شو دخترم. خودت رو احتیاط کن. من نمیتونم پدر. تلفن رو به همه کرده زود. پرونده ایستادم از پسمون آدم هایم. میپرونن؟ چه خیلی میپرونن؟ آنها را تعقیب دارن. آمده. من از امنیت نجیب الماس. با کس من میتونم. من مصطفی کبوبپز. حالا در کجا میباشد؟ در بیکوز در دهه اکبابا. آدمان از پسمون تعقیب دارن. زود باشد زود. پسر با پلیس خبر دید. من حاضر میآیم. شما در اینجا ایستید. من میبرایم. التماس ما هم رویم. خانم ایسون با شما وعده میدیم که دخترتان رو صحت و سلامت میآورم. اکنون چی کار میکنیم ما؟ اکا ما با کجا آمدیم؟ این زن با کجا میرود؟ از کجا دانم خیری؟ از کجا دانم؟ با کجایی که روند ما هم از پسشان میرویم. بدتر میفهمیم. چی خیلی دختر گریخت؟ احمق ها. ما از پس دختر هستیم. ثابت چی؟ در همون جاست. اون دختر رو حتما یابید. نگران نباشید. سردار امنیت نجیب الماس. باید مطارات را گیرم. خوب شده از سردار. شد صدایت رو بلند نکن. حاضر پلیس میمد. کجا شدند آنها؟ رفتیم در یک کجا پنهان میشیم. رفتیم.
خطا میکنی آرزو. این تو نیستی. تو شخصی نیستی که با این آدم ها همکاری کنی. دمت رو گیر. من کودک 5 ساله نیستم. تو یگان ذره فکر میکنی که انسان با مرور زمان دیگر میشود. در جای است. برای یگان کار دیر نیست سیده. من برادر تو هستم. برای تو آمادم تمام کارا کنم. از تو یگان چیز نمیخواهم. مکانی دختر رو قبضن تمام. او گریخت. با کجا؟ نمیدونم. اگر دونم هم نمیگویم. اکای سوبیت. تسر گرد. کنی زودتر به پیش رو. برادر بدیهای اکبابش خیر روم. همین خیر راست رفتن گیرید. از نزدتان دور همه براید. با طرف دستی راست گردید. تشکر زیاد. اکای صوبید. بعد چندی سال وا خوردیم. اما متاسفانه هم دردی نداریم. سلامت باشی اکای صوبید. آرزو این کارو نکن. برای من یگان فرقی نداری. سلاحات را پرتاب. اوه رفیقت هم اومده است. سلاحات را پرتاب گفتم. یگید تو کاردار نشو. چرا کاردار نشوم ثابت؟ هر دویتان خاموش استید. کارت تمام شد آرزو. خاطر یکی ثابت را نمیبینم. در پیشانیت میپرانم. به خدا راست میگویند. سلاحت را پرتاب گفتم. اول تو پرتاب. نکن یگید. سلاحت را پرتاب. سلاحات را پرتاب. مرده رو. نکن! Bir sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Khudaya. Yüreğimizle sevdik. Dileğimizle yendik, gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerde yandık.